مؤسسه فرهنگی آسمانه با افتخار تقدیم می‌کند. مهنازینا عید میخوام برن قشم. آره. دیگه چه خبر؟ هیچ، چه خبر؟ چرا؟ اتفاقا مامانم زنگ زده بود. بابا چی میگفت؟ آره گفتش که شما عید برنامه‌تون چیه؟ چی کار میکنین؟ چی بهش گفتی؟ چی میخوای بگم؟ بهش گفتم آقا حمیدو که میشناسیم، همه کاراش دقیقه 90. معلوم نیست سال که میخواد تحویل بشه تازه تصمیم میگیره مسافرت بریم نریم چیکار کنیم. خوب گفتی. دیگه چه خبر؟ هیچی، اینو که پرسیدید که خبری نیست، همینا بود که گفت. بهش زنگ نزن. نه خیر. وای حمید، نمیدونم چرا همه چی برام یه نواخت شده. راسته اینطوری نیست؟ این برام آها نه نشده. شده. نه نه شده. اخبار کنترل کو کنترل. نمیدونم، رفتم بکنم آشپزخونه یادم رفت اونجا. نریز به همونا رو. اینجاست. آقا ساعت 10:30 رئال مادرید و بارسلونا هم مسابقه دارن، یادتونه؟ با آس میلان مسابقه داره. بارسلونا و آس میلان. یکی از گلایه‌های رایج خانم‌ها اینه که شوهراشون به حرفای اونا گوش نمیدن. این مشکل از اونجایی شروع میشه که خانم‌ها فکر میکنن خواسته و انتظارشون واسه طرف مقابل روشنه، اما در اغلب موارد اینجوری نیست. البته ممکنه که این عادت بد شوهر شما هم داشته باشه، وقتی که حرف میزنین عکس العمل مناسبی نداشته باشه، اما یه کمی هم انصاف داشته باشین. شاید اون واقعا نمیدونه که واکنش درست چیه. راه حل اینو به خاطر داشته باشین که شوهرتون شما رو اگه دوست داشته باشه هر کاری برای خوشحال بودن شما میکنه. پس احتیاج و خواستتون رو روشن و شفاف و واضح براش مطرح کنید و قرار نیست که اون خودش چیزی رو متوجه بشه، بلکه باید اول ازش بخواید. میگم مامانتیدو کجا بخوان برن عید؟ نمیدونم، برنامه‌شون خیلی معلوم نیست. این فکری دارم، میگم دعوتشون کنشان بیان اینجا، بعدش هم صحبت میکنیم ببینیم عیدو چیکار کنیم، با هم بریم مسافرت ها. خیلی خوب، خیلی ممنونم. زنگ بزن بهشون. چشم.